اسپایدرمن جدید کی منتشر میشه؟ سلام بچه‌ها، خوش اومدید به چنل اسکرتور. اومدیم با یه ویدیو جذاب دیگه در خدمت شما عشق دلها باشیم. بچه‌ها، موضوع ویدیو امروز در مورد این که اسپایدرمن جدید کی میاد، تاریخ انتشارش چیه، موضوعش قراره چی باشه، داستانش قراره چی باشه، همینا رو داخل این ویدیو بهش میپردازیم. فقط قبل اینکه بریم کامل سراغ ویدیو، ممنون میشم که همین لایک ویدیو رو بزنید، سابسکرایب چنل رو بزنید، زنگوله رو هم بزنید که کلی ویدیو خفن در مورد فیلم و انیمیشن های مختلف میذارم براتون که میتونید داخل چنل ببینید و لذتش رو ببرید. خب بچه‌ها، بریم سراغ موضوع اصلی ویدیو، یعنی اسپایدرمن جدید. بچه‌ها ببینید، مارول و سونی توی این تایمی که قرار بوده که با هم دیگه این فیلم رو منتشر کنن، کلی بحث‌ها و جدل‌های مختلف داشتن، از نظر داستانش بگیر تا کلی چیز دیگه. اما داستان اصلی و هممون میدونیم قراره چی بشه. در واقع اگرم نمیدونید داخل ویدیو بهتون میگم. بچه‌ها ببینید، ما توی تمام سری کامیک‌های اسپایدرمن، توی تمام سری فیلماش بالاخره دیدیم که اسپایدرمن یه جایی تبدیل به ونوم میشه و با ونوم ترکیب میشه و بعد ونوم از بدنش در میاد. خب این یه چیز طبیعیه که توی فیلماش دیدیم، توی انیمیشناش دیدیم، توی کمیکاش دیدیم. طبیعتاً قسمت بعدی هم 100% موضوعش همین هستش، چون همتون دیدید که ونوم توی دنیای اسپایدرمن گیر افتاد، توی اون جایی که ادی براگ، در واقع همون شخصیت ونوم، وقتی به دنیای خودش بازگشت، یه قسمتی از ونوم توی دنیای اسپایدرمن خودمون که تام هالند توش بازی میکنه جا موند و گیر کرد. طبیعیه. خب که الان بگیم که قسمت جدید اسپایدرمن در مورد اینه که اسپایدرمن تبدیل به ونوم میشه و یه سری داستان ها پیش میاد، ولی ما هنوز نمیدونیم چیه اون داستان ها. هزاران چیز مختلف احتمال داره اتفاق بیفته. احتمال داره بخوان مثلا یه شخص دیگه مثل ادی براگو داخل همین فیلم اسپایدرمن که دنیای اسپایدرمن تام هالند در واقع بیارن یا نه دنیا دوباره با هم ترکیب شن. ما هیچ هنوز نمیدونیم و باید قسمت های بعدی اونجرز هم ببینیم که تا بفهمیم داستان چیه و چی به چی میشه و کلا قرار چه اتفاقی بیفته. خب بریم سراغ بحث بعدی، تاریخ انتشار و این داستان ها که قرار این اسپایدرمن جدید رو ببینیم. بچه‌ها ببینید، داخل یوتیوب که پر از تریلر فیک با هوش مصنوعی AI که درست کردن برای این فیلم، ولی بخوام بهتون بگم ما فعلا نباید منتظر اسپایدرمن جدید باشیم. چرا این حرفو میزنم؟ ببینید بچه‌ها، مارول الان 2 پروژه بزرگ داره. اسپایدرمن هم طبیعتاً یکی از اون پروژه‌های بزرگه که همیشه مارول پول خوبی ازش به دست آورده. خب پس چی؟ ما در توی سال 25 و 26 تا اونجرز داشته باشیم، اما یه احتمال قوی هم وجود داره که بین این اونجرز ها وقتی بازار داغه بیاد اون اسپایدرمن رو منتشر کنه. خب تاریخ دقیق هنوز از هیچ جا بیرون نیومده و دوباره یه سویچ کنیم برگردیم به قسمت داستان. بچه‌ها ببینید، ما توی اسپایدرمن قبلی که دیدیم، اسپایدرمن‌های مختلف از دنیای دیگه اومدن در کنار هم جمع شدن، ولی ما اصلا نمیدونستیم که قرار اونها بیان و در کنار همدیگه باشن، چون سونی اصلا داستانش فیلماشو لو نمیده و داخل تریلر هم حتی قسمتایی که اونا توش حضور داشتن، اسپایدرمن‌های دیگه، اندرو گارفیلد و اینا، کات کرده بود و نشون نداده بود. خب پس باید اینم بگیم که اسپایدرمن جدید طبیعتاً اون قسمتش که قراره منتشر بشه و پخش بشه هنوز معلوم نیست و داستانش و اینا ما هیچ ایده‌ای نداریم. دوباره سویچ کنیم بچه‌ها روی چی؟ روی بحث انتشارش. همون چیزی بهتون گفتم، ما توی سال 25 در واقع و 26 تا اونجرز داریم که احتمال قوی وجود داره که بین اینها اسپایدرمن منتشر شه و احتمال اینم هست که منتشر نشه بره برای سال 2027. احتمال اون هم وجود داره، چون بچه‌ها هیچی بعید نیست از مارول و همینطور از سونی و امیدوارم که مثل این هم فیلم خفن که از مارول دیدیم بتونیم دوباره فیلم‌های جذابی رو تماشا کنیم. یه سری نقد و بررسی ها در مورد فیلمایی که مارول منتشر کرده این چه وقت هست بچه، صدای خروس میاد تو روستم، نمیتونم کاری کنم، دهنم سرویس شده. آره به بزرگی خودتون ببخشید و همین دیگه، ویدیو داره تموم میشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دمتون گرم. کامنت انگلیسی هم برام بذارید که لایک و سابتون نپره. عشق منید. مرسی که ویدیو رو تماشا میکنید. کلی ویدیو خفنم قراره دوباره داخل کانال بیاد. زنگوله رو حتما روشن کنید که از اون ویدیو خفن جا نمونید. شورت ویدیو هم دنبال کنید، کلی فکتای خفن در مورد فیلم و انیمیشن هم داخل شورت ویدیو بهتون میگم و دیگه حرف اضافه نمونده. فقط دارم ویدیو رو طولش میدم برسونمش به 5 دقیقه، نمیدونم چرا.
عدد 5 رو دوست دارم. آره بچه دمتون گرم، عشق منید، عاشق یکایی که تونم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.